الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، سوال شده است که آیا یگان نفر از صحابه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سجده کرده اند؟ بله، بارک الله فیکم. از معاذ رضی الله عنه روایت شده است که وقتی که معاذ رضی الله عنه از شام باز میگردند به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سجده میکنند و رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسند که ای معاذ، تو چی عمل رو انجام میدی؟ معاذ میگویند من اتیت الشام، من به شام رفتم و اهل شام را دیدم، اهل کتاب را دیدم که به بزرگان خود، به پیشوایان خود سجده میکنند و من دوست داشتم که این عمل را سجده، یعنی بزرگ شماریدن را من باب تهنیه و من باب از باب یعنی بزرگ شماریدن یک انسان، از باب سلام علیه کردن، این عمل را به شما انجام میدم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا تفعلوا ذلك، این عمل را انجام ندید و گفتند لو كنت امرا احدا يسجد لاحد لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها. من اگر کسی رو اجازه میدادم که به کسی دیگر به غیر الله سجده بکند، زنها رو امر میکردم که به شوهرها سجده بکنند. البته مثال ذهنی است و شرط در اینجا شرطی که اومده است دلالت به مقتضای به وجود آمدن عمل نمیکند. این مثال ذهنی است. پس بارک الله فیکم، در اینجا میگوییم معاذ رضی الله عنه وقتی که به شام رفتند این عمل را دیدن که اهل کتاب به بزرگان خود، پیشوایان خود سجده میکنند، هم من باب تهنیه و هم من باب سلام و هم من باب از باب بزرگ شماریدن آنها. وقتی که باز میگردند به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گویا از نظر بزرگ شماریدن رسول الله و از نظر تهنیه رسول الله سجده میکنند. خواستند که رسول الله را بزرگ شمارند، قدر رسول الله را بزرگ شمارند و تهنیه بکنند. به رسول الله صلی الله علیه و سلم گویا که یک سلام و تهنیه بفرستند، سجده کردند، نه به خاطر عبادت. بارک الله فیکم. و البته این وارد شده است خیلی که در سنن ابن ماجه و بیهقی و احمد در مسندشان روایت میکنند. و بارک الله فیکم، این چنین شیخ البانی در سلسله صحیح یا که صحیح سنن ابن ماجه صحیح کردند، یعنی حکم حدیث را صحیح گفتند، این قصه معاذ را صحیح گفتند. گرچند که بعضی از علما و خودی نسائی هم این حدیث را ضعیف میگن و بعضی از علمای محققین حدیث را و این قصه را ضعیف میگن. و اگر ما گفتیم که مثل علمایی که صحیح میگن با گفت اونها رویم، ما به این حدیث چی جواب میدیم؟ آیا دلیلی که مرجع یا از این دلیل استدلالی که مرجع میگیرد درست است؟ یعنی مرجعه این عصر و مرجعه ها از این حدیث استدلال میگیرند، از این دلیل استدلال میگیرند و میگویند معاذ به رسول الله آمدند و سجده کردند، اما رسول الله معاذ را کافر نگفتند. پس میگند امروز ما هم هر کسی که به غیر الله به قبر و مقبره و به درخت و غیره سجده میکند، ما انسان را میگویم که عملت کفر است، اما خودت کافر نیستی، خودش رو کافر نمیگیم و ما میگیم که شرک عذر دارد و جهل عذر است میگن. و این سخنی که است مرجعه ها هست و این سخنی باطل است، بلکه سخن اهل سنت و الجماعت مخالف سخن مرجعه است. سخن اهل سنت و الجماعت این است که امروز هر کسی که به غیر الله سبحانه و تعالی سجده بکند این کافر است و در این عمل جهل عذر نیست. اما مرجعه ها میگوید که وقتی که معاذ به رسول الله سجده کردند، آیا رسول الله معاذ را کافر گفتند؟ البته نه. پس ما به این چی جواب میدیم؟ علماء اهل سنت و الجماعت میگن به مانند اولا ابن تیمیه رحمه الله در مجموعه الفتاوا در مجله 8 ذکر میکنند، در همین قصه مجله 8 صفحه 398 بود والله اعلم، که میگویند در مجله 3 مجموعه الفتاوا در مجله 3 در جزء 3 و در صفحه 398 میگویند بارک الله فیکم که وقتی که معاذ رضی الله عنه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و سجده کرد، رسول الله منع کردند و گفتند سجده نکنید و سجده را فقط به الله انجام دهید و به غیر الله جایز نیست. و چرا تکفیر نکردند؟ چرا رسول الله معاذ را کافر نگفتند؟ چرا که این عمل احتمال داشت. در اصل اسلام، در اول اسلام، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مردم را وقتی که فقط به یکتاپرستی به الله سبحانه و تعالی دعوت میکردند، در مسئله سجده کردن به غیر الله سبحانه و تعالی کفر بودن یا نبودنش تا همین وقت صریحا یعنی کافر نگفته بودند، رسول الله کافر نگفته بودند. و صحابه رضی الله عنه فکر کردند که در این عمل ما میتوانیم که به اهل کتاب یعنی پیروی بکنیم، چرا که الشرع من قبلنا شرع لنا است، شرع پیش از ما گذشته در جایی که منع نشده است شرع ما است. و شرع پیش از ما گذشته نصارا اینها انسان را سجده میکردن نه به خاطر عبادت کردن، نه به خاطر عبادت، سجده عبادت نیست بلکه سجده تهنیه و سجده بزرگ شمردن سجده میکردند. و معاذ فکر کردند که همین سجده که در اهل کتاب من باب
سجده تهنیه و سجده عبادت است در شریعت ما هم جایز است، چرا که از رسول الله معاذ منع این تهنیه، سجده تهنیه، منع و حرام بودن سجده تهنیه و سجده بزرگشماری را نشونیده بودند و از همین جهت آمدند و به رسول الله سجده کردند. نه سجده عبادت، نه سجده که همچون عبادت باشد، بلکه سجده که همچون تهنیه و همچون بزرگ شمردن قدر رسول الله بود، چرا که معاذ از رسول الله نشونیده بودند که این سجده حرام است. وقتی که این سجده را کردند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند و حرام کردند و بعد از همون روزی که قصه معاذ به وجود آمد، بعد از همون روز هر کسی که به غیر الله سبحانه و تعالی سجده میکرد این کافر است، چرا که پیش از این واقعه این مسئله محتمل فیه بود، احتمال داشت. احتمالش به اصل مسئله برمیگردد که میگند هر مسئله که حکمش منعش واضح نه آمده باشد و هر کسی که به اصل مسئله بازگشته باشد، در این مسئله میگیم احتمال به وجود میاد و در مسئله که احتمال است حکم کردن جایز نیست. خیلی که شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگند الشیء المحتمل لا يحكم فيه، یعنی شیئی که احتمال هست در وی مسئله لا یکفر فيه، یعنی کسی رو کافر کرده نمیشود، تکفیر کرده نمیشود. پس این صحابه معاذ رضی الله عنه گویا که به اصلی قضیه رفتن، اصلی سجده کردن به غیر الله، نه سجده عبادت بلکه سجده سلام و تهنیه و سجده بزرگشماری در دیگر شریعت ها اصل در اصل جایز بود، اصلش اباحه بود. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که آمدن این مسئله رو چی کردند؟ این مسئله رو حرام کردند و بعد از قصه معاذ این مسئله حرام شد و این فعلی که در دیگر شریعت ها، در شریعت های گذشته همچون سجده تهنیه و سجده بزرگ شماریدن در دیگر شریعت ها جایز بود، رسول الله بعد از قصه معاذ این عمل رو حرام کردند و ما رو پیرو شدن به این عمل چی کردند؟ حرام کردند و من کردند که در این مسئله به دیگر شریعت ها چی پیرو بشویم. بارک الله فیکم. و این جواب اول است. جواب دوم، ابن کثیر رحمه الله میگند این حدیثی هست که ناسخ کننده پیش از خودش هست. حدیث معاذ نسخ کننده پیش از خود است، چیز خیلی که الان بیان کردیم، یعنی پیش از اینکه معاذ ابن جبل سجده بکنند گویا در دیگر شریعت ها سجده کردن جایز بود، اشرع من قبلا شرع لنا بود، اما وقتی که معاذ سجده کردند و رسول الله من کردند، پس این عمل تا روز قیامت حرام شد و کسی که به غیر الله سجده میکرد این به شرک واقع میشد، کافر میشد. این دوم جواب. و جواب دیگر این است که بارک الله فیکم، ما شریعت رو از کجایش که خواستیم به خواست خودمون گرفته نمیتونیم، بلکه شریعت رو ما باید حکم آخرینش رو بگیریم. مثلا در مسئله عرق در شریعت 3 حکم است. حکم اول این است که یعنی کسی که عرق میخورد داند که عرق هم ضرر دارد و هم فایده دارد. و حکم دوم این است که کسی که عرق خورده است، یعنی خمر را نوشیده است، به نماز نزدیکی نکند. و حکم سوم در شریعت این است که حکم آخرین در سوره مائده 90 آمده است که هر کسی که یعنی شراب می نوشد بداند که این شراب حرام است و ریجس است و از نجس شیطان است. پس مرحله سوم شراب نوشیدن رو حرام کرد و کسی حق ندارد که بیاد مرحله اول و مرحله دوم رو بگیرد، بلکه شریعت رو به کاملی باید بگیرد. یعنی هیچ کسی دوم مثال این است که حق ندارد که کسی بیاد، دو حکم دارد، یک حکم مدنی، یک حکم مکه. کسی بیاید حکم مکگی رو بگیرد، حکمی که رسول الله در مکه کردن در همون مسئله بگیرد و اما همون حکم رو در مدینه کردن این حکم رو ترک بکنند، جایز نیست، بلکه حکم آخرین رو ما باید بگیریم. در شریعت هر یک حکمی که اومده است ما حکمی باید آخرین رو بگیریم. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم زیارت قبر رو در مکه من کردند و وقتی که به مدینه اومدن زیارت قبر رو اجازت دادند، چه که در حدیث اومده است. پس ما هم از همین جهت باز میگویم و علما ذکر کردند که قصه معاذ رضی الله عنه این قصه بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از همین این مسئله رو روشن کردند و بیان کردند و گفتند که هر کسی که به غیر الله سجده میکند این عملش حرام است. و بعد از این مسئله غیر سجده کردن به غیر الله حکمش کاملا روشن شد و هر کسی که به غیر الله سبحانه و تعالی از همون روزی که معاذ ابن جبل این عمل رو انجام داد، بعد از این هر کسی که این عمل رو انجام میدهد چی میشود؟ انسان کافر میشود. بارک الله فیکم.
اما معاذ ابن جبل از نظر اینکه احتمال وجود داشت اولا و از نظر اینکه این سجده نه سجده عبادت بود، سجده تهنیت بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم البته تکفیر نکردند، چرا که در اینجا جای تکفیر وجود ندارد. احتمال وجود داشت اولا و دوما این مسئله نه همچون عبادت انجام داده است. اما بعد از این روز این عمل نه همچون عبادت بلکه همچون تهنیه، همچون بزرگ شمردن یک کسی هم این شرک است و کفر است. بارک الله فیکم. و در نزد قبر هم این عمل رو انجام دادن و در نزد کسی و در نزد چیز این عمل رو انجام دادن این شرک است. بارک الله فیکم. و این حجتی که یا که این استدلالی که مرجعه از این حدیث میگیرد